گاهی وقتا آدم یه نگاه به زندگیش میکنه و یه عالمه سوال میاد تو ذهنش. با خودش میگه نکنه دیر شده، نکنه اون کاری که همیشه ته دلم میخواستم انجام بدم دیگه از دست رفته باشه. خیلی وقتا پیش میاد آدم عاشق یه چیز باشه، یه هنر، یه مهارت یا حتی یه رویای قدیمی، ولی سالها دنبالش نره چون فکر میکنه جواب نمیده یا درآمدی نداره. بعد یه روز میبینه هنوز اون عشق تو دلشه ولی تغییری تو زندگیش رخ نداده. همینجاست که یه سوال بزرگ جلو چشم اون سبز میشه. آیا موفقیت بعد از 30 سالگی اصلاً شدنیه یا دیگه همه چی گذشته؟ خیلی‌ها باور دارن که 30 سالگی یه مرزه. میگن تا این سن باید درس تموم کرده باشی، کارتو پیدا کرده باشی، خونه و ماشین خریده باشی، ازدواج کرده باشی، حتی بچه هم داشته باشی. و اگه عقب افتاده باشی، انگار باختی. این تصویر رو جامعه برامون ساخته. از بچگی شنیدیم که همه چیز باید طبق یه جدول زمانی جلو بره. ولی واقعیت زندگی خیلی پیچیده‌تر از این حرفاست. زندگی مسابقه 200 متر نیست که همه با هم از یه خط شروع کنن و بعد 10 ثانیه معلوم بشه کی برنده است. زندگی بیشتر شبیه یه ماراتونه، یه سفر طولانی که هر کسی توی یه زمان مختلف راه میفته، با سرعت متفاوت جلو میره و حتی مسیرش هم فرق داره. یکی از دلایلی که باعث میشه 30 سالگی ترسناک به نظر بیاد خود مغزه. دانشمندا میگن وقتی جوانتری مغز مثل خاک نرم و حاصلخیزه. هر بذری بندازی سریع رشد میکنه، ولی وقتی سن میره بالا اون خاک سفت‌تر میشه. مسیرهایی که زیاد استفاده کردی تبدیل میشن به اتوبان‌های 6 بانده. حالا اگه بخوای یه مهارت تازه یاد بگیری، باید بزنی به دل جنگل و جاده خاکی باز کنی. معلومه سخت‌تره. مغز دوست داره تو همون مسیرهای آشنا حرکت کنه. اما این سختی به معنی غیر ممکن بودن نیست. فقط یعنی باید تلاش بیشتری کنی، صبورتر باشی و ادامه بدی. یه تحقیق جالب تو روانشناسی هست. اومدن از یه گروه جوون و یه گروه سن بالا خواستن مهارت جدید یاد بگیرن. خب جوونا سریعتر یاد گرفتن. اما وقتی افراد بزرگتر جدی پیگیر بودن و تمرین رو ادامه دادن، حتی بهتر از جوونا نتیجه گرفتن. چون اونا صبر بیشتری داشتن و وقتی چیزی تو ذهنشون مینشست، عمیق‌تر موندگار میشد. این یعنی یادگیری و موفقیت تو هر سنی ممکنه، فقط شکل و روندش فرق میکنه. اگه یه نگاه به تاریخ بندازیم، پر از آدمایی که دیر شروع کردن ولی دنیا رو عوض کردن. ون گوگ تو زمان خودش تقریباً هیچ تابلویی نفروخت، اما امروز کاراش میلیون‌ها دلار میارزه. کافکا وقتی زنده بود گمنام بود. بعد از مرگش شد یکی از بزرگترین نویسنده‌های دنیا. فردوسی 30 سال عمرشو گذاشت پای شاهنامه. بارها ناامید شد و شکست خورد، ولی ادامه داد و امروز اسمش نماد فرهنگ ماست. نیکولا تسلا نابغه‌ای بود که ایده‌هاش جهان رو ساخت ولی خودش تو فقر مرد. اینا بهمون نشون میده موفقیت یه چیز لحظه‌ای نیست. بعضی وقتا سالها طول میکشه تا جامعه بفهمه ارزش کارت چقدره. مهم اینه که خودت مسیرت رو باور داشته باشی. بزرگترین مانع ما همون فشار اجتماعیه. اینکه مدام خودمون رو با بقیه مقایسه کنیم. میگیم فلانی تو 25 سالگی خونه خرید، فلانی تو 30 میلیاردر شد. اگه من نشدم یعنی عقب افتادم. ولی واقعیت اینه که هیچ خط زمانی واحدی برای همه وجود نداره. هر کس مسیر و شرایط خودشو داره. بعضیا زودتر میرسن، بعضیا دیرتر، ولی دیرتر رسیدن به معنی نرسیدن نیست. قبل از اینکه بریم سراغ معرفی آدمای معروفی که بعد از 30 سالگی تونستن کسب و کارهای موفقی بسازن، اگه تا اینجای ویدیو همراه ما بودید و خوشتون اومده، لطفاً همین الان دکمه لایک رو بزنید تا انرژی بیشتری بگیریم. تو دنیای کسب و کارم همینطوره. ری کراک، همونی که مکدونالد رو جهانی کرد، 52 سالش بود که شروع کرد. کرنل ساندرز، بنیانگذار KFC، 65 سالگی با یه دستور مرغ سوخاری دنیا رو گرفت. جی.کی رولینگ وقتی هری پاتر رو نوشت، یه مادر تنها بود، بی پول و پر از ناامیدی. ولی کتابش تو 32 سالگی منتشر شد و زندگیش رو عوض کرد. این مثال‌ها ثابت می‌کنن هیچ وقت برای شروع دیر نیست. فقط باید باور کنی که میتونی. یکی از بهترین تشبیه‌ها برای موفقیت موج سواریه. وقتی یه موج شکل میگیره، اول کسی بهش اهمیت نمیده. بعد کم کم توجهات جلب میشه و مردم شروع میکنن مسخره کردن. آخرش که همه متوجه میشن، رقابت وحشتناک میشه. آدمای باهوش کسایین که تو فاز اول و دوم میپرن روی موج، وقتی هنوز کسی جدی نمیگیره. این یعنی اگه میخوای موفق بشی، باید جرأت داشته باشی وقتی بقیه میخندن وارد مسیرت بشی. جالبه که خیلی وقتا این جرأت تو سنهای بالاتر به وجود میاد، چون دیگه اهمیت نداری کی چی میگه، فقط میخوای راه خودتو بری. کارل یونگ یه جمله معروف داره: زندگی واقعی بعد از 40 سالگی شروع میشه. چرا اینو میگه؟ چون تا قبل از اون بیشتر درگیر نقش بازی کردنیم.
نقش پسر خوب، دختر خوب، کارمند نمونه، دانشجوی موفق. اما یه جایی میرسی که میگی دیگه بسه. میخوای خودت باشی. همون موقعه که زندگی واقعی شروع میشه. و همین خودشناسی میتونه کلید موفقیت باشه. حالا دیگه نوبت شماست. تجربه‌های خودتون یا آدم‌هایی که میشناسید که بعد از 30 سالگی به موفقیت رسیدن رو برای اون تو کامنت‌ها بنویسید. ما هم بی‌صبرانه منتظر نظرهاتون هستیم. نمیتونی برگردی به عقب و اشتباهاتو پاک کنی. اما همزمان مسابقه امتیازگیری هم نیست که فقط با مقایسه با بقیه تعیین بشه ارزش تو چقدره. زندگی بیشتر یه سفره، با بالا و پایین‌هاش، با مناظر خشنگش، با استراحتگاه‌هاش. مهم نیست الان کجای این سفر باشی. مهم اینه که راه بیفتی و ادامه بدی. مهم نیست چند بار زمین خوردی. مهم اینه که دوباره بلند شی. چارلز بوکوفسکی یه حرف قشنگ داره. فرصت‌ها مثل قطار میان و میرن. اگه نپری روشون، یه روز میفهمی دیگه هیچ قطاری واسه توقف نمیکنه. این یعنی همیشه باید آماده باشی. حتی اگه فکر میکنی دیر شده. حتی اگه 30 سالته، 40 سالته یا 50 سالته. مهم اینه که هنوز میشه سوار قطار بعدی شد. به شرطی که دست از تلاش بر نداری. پس اگه الان داری به این فکر میکنی که دیر شده، بدون که نه، هنوزم میشه. اتفاقاً همین تجربه هایی که تا امروز داشتی، همین شکست ها و زمین خوردن ها، همشون تبدیل میشن به سرمایه راهت. شاید جوونی گذشته باشه، ولی عقل و دیدت عمیق تر شده. همین باعث میشه مسیری که از این به بعد میری محکمتر و موندگارتر باشه. موفقیت تاریخ انقضا نداره. تنها چیزی که باعث میشه دیر بشه اینه که خودت باور کنی دیر شده. و در پایان بینا باشیم. هر روز بیناتر از دیروز.